آداب‌های طالب علم که در مبحث چهارم قرار داریم که در این مبحث چهارم اخلاق نیک، حسن الخلق، اخلاق نیک و الصدق، راستگویی و سلامت الصدر و دل صاف، سلامتی دل، قلب صحبت خواهیم کرد و از پروردگار طلب توفیق میکنیم. شیخ حفظه الله تعالی نقطه اولی که ذکر می‌نماید بیان حسن الخلقی، بیان حسن خلق، خلقی نیکو داشتن، اندر بیان خلق نیک که این نقطه مهم است. می‌فرماید که مکارم الاخلاق و محاسن الآداب ببسط وجه و بذل المعروف و کف الاذى. از بزرگی اخلاق و بهترین آداب اینهایی که روی گشوده داشته باشد انسان و نیکی کردن، دستیاری دراز کردن و از اذیت‌ها دور بودن است. کف الاذى. الله سبحانه و تعالی اثنى علی النبی، بر پیامبر ثنا گفت، پیامبر ستایش کرده، می‌فرماید که و انک لعلی خلق عظیم، و همان بدرستی که تو ای پیامبر یک اخلاق بزرگ و نیکوی داری. پس اخلاق نیکو داشتن تنها سخن خوب نیست که در رفتار هر روزه انسان این اخلاق نیکو دیده می شود. گفتیم روی گشوده داشتن، با تبسم، با سلام، خوش معاملگی، سخن نرم و ملایم، با این دل مردم را نرم می‌گردانی و کینه را از بین هم میبری. و دوم چی گفت؟ نیکی کردن، بذل المعروف، بذل المعروف، نیکی کردن، احسان کردن، هر گونه احسان کاری که باشد، یاری مالی، مصلحت دادن، خدمت نمودن، دستگیری در وقت تنگی و دیدن حال دیگران و قدر توان احسان و نیکویی بر آنها. و دیگر از نیکویی ها این اذیت را دور کردن است. کسی را نرنجاندن، تحقیر نکردن، سخن زشت نگفتن، دشنام ندادن، آزار ندادن و آزارها را از جایهای عمومی دور کردن، حق خوری نکردن. و همه این بیانگر قول الله سبحانه و تعالی و انک لعلی خلق عظیم، بدرستی که تو ای پیامبر چه اخلاق نیکویی داری. دوم خیار الناس من جمع بین التقوی و حسن الخلق، بهترین مردم کسانی هستند که جمع نمودن بین تقوی و اخلاق نیک رو در خود. بهترین مردم آن کسانی که بین اخلاق نیکو و تقوی رو در خود جمع آوری کردن. پروردگار ما رو از زمره این کسا قرار بده. و رسول الله فرمودند که ان خیارکم احسنکم اخلاقا، بدرستی که بهترین شما آنهایی هستند که اخلاقشون بهترین است. روایت بخاری و مسلم. پس این جمله نشون می‌دهد که بی تقوا اخلاق انسان کامل نمی‌گردد و بی اخلاق نیست تقوای انسان پورا نمایان نمی‌شود. تقوا این ترس الله و پرهیزگاری از گناه، این که انسان در تنهایی هم از الله بترسد، چون که در بین مردم جمعه از الله میترسد. اخلاق نیک، مناسبت زیبا با مردم، عبادت خوب داشته باشی اما با مردم بد رفتار باشی، این کمبود است. یا کسی میتواند با مردم خوش رفتار باشد نه که از گناه خود را منع نکند، پس اینم کمبود است، بسندگی نیست. پس بهترین انسان آن است که حق الله، عبادت الله را به جا میارد، از گناه و معصیت پرهیزگاری میکند و حق بندگان را با آداب و عدالت و مهربانی هم رعایت میکند. یدرک المرء بحسن الخلق درجة العابدین. شیخ میفرماید که با اخلاق نیکش انسان به درجه های عبادت کننده عابد میرسد. قال النبی، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، بدرستی که مؤمن با اخلاق نیکش به درجه روزدار قائم، همیشه روزدار نمازگزار میرسد. روایت ابی داود. حدیث معنا میدهد که اخلاق نیک میتواند ثواب عبادت زیاد را به دست بیاری، چون اخلاق نیک صبر میخواهد، خصوصا در بین آدمان سخت و بد اخلاق. نفس را شکستن میخواهد، غرور، کینه و غضب را بستن میخواهد و حق مردم را نگاه داشتن با عدالت بخشش میخواهد. و سخن پیامبر که روزدار قائم، کسی که روزانه روزه میدارد و شبانه نمازگزار است. پس کسی که اخلاق نیک دارد میتواند به این درجه در ثواب به آنها برسد، حتی اگر عبادتش کم باشد، چون اخلاق عمل دائمی است.
و بسیار آدمان از این اخلاق تو هم بهره‌مند میشوند. حسن الخلق عبادت، حسن خلق یک عبادت است. تثقل میزان یوم القیامه. حسن نیک، اخلاق نیک یک نوع عبادت است که روز قیامت ترازوی میزان را سنگین میگرداند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامه من خلق حسن. هیچ چیز در میزان مؤمن روز قیامت سنگین‌تر از اخلاق نیک نیست. پس روز قیامت عملها با میزان با ترازو سنجیده میشوند. پس این حدیث تأکید میکند که اخلاق نیک عمل کلان است، نه کار عادی. بسیار وقتها از عبادت‌های نفلی هم وزن‌تر می‌گردد و نشانه ایمان حقیقی بنده. خودداری از غضب مثال اخلاق نیک. حق طلبی بدون ظلم، بخشایش، بخشیدن، راستگویی، عدالت در خانه و کار و رفتار و کردار در همه جا. این عملی است که نفس بندگان این را سخت قبول می‌کند. برای همین در نزد الله پسندیده است. و شیخ می‌فرماید که حسن الخلق یجمع خصال الخیر. حسن خلق، اخلاق نیک داشتن، همه خصلت‌های نیک را در بر می‌گیرد. قال نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر فرمودند البر حسن الخلق، گفتند نیکی اخلاق خوب است. نیکی اخلاق خوب است. پس مفهوم نیکی تنها در یک عبادت نیست، نماز و روزه نیست، یک مجموع از خصلت‌های پوره و کامل است. راستگویی، وفاداری، امانتداری، عهد و پیمان، صبر، حلیمی، فروتنی، عدالت، رحم، بخشش است. احترام والدین، حق همسر، حق همسایه، دوری از کینه، حسد، کبر، غرور، غیبت، همه این از بزرگترین اخلاقهای نیک هستند. پروردگار ما را با این اخلاقهای نیک با شرف بگردان و از اخلاقهای بد ما را دور بساز. آمین.